عنوان بحث بنده ملاحظات سیاست خارجی ترکیه در قبال اقلیم کردستان هستش که بنده سعی کردم به 12 فاکتور، عنصر یا عامل مؤثر در تدوین سیاست خارجی ترکیه در طی 3 دهه اخیر اشاره کنم. پیش از این اشاره کنم که خود دولت ترکیه در کنار دولت ایران در 1991 گزارش‌هایی که داشتن بعد از قیامی که بعد از شکست صدام اتفاق افتاد و جمعیت میلیونی آوارگان کرد راهی مرزهای ترکیه و ایران شد، گزارش‌های ترکیه و ایران تأثیر بسیار بسزایی در صدور قطعنامه 688 سازمان ملل، منطقه پرواز ممنوع و به نوعی زمینه ساز ایجاد دولت نیمه خودمختار کردی یا کردستان در شمال عراق در اون زمان شد. بنده به 12 فاکتور مختلف اشاره می‌کنم. یک بار همه رو می‌خونم که تا جایی که وقت شد، اگر نشد حداقل بعضی اشاره کرده باشم. یکی از منظر ژئوپلیتیک و امنیت منطقه‌ای هستش. دوم ذهنیت‌های جهت‌دهنده تاریخی هستش. 3 مسئله کرد در کلیت خاورمیانه، نبرد با پک‌ک، روابط با دولت مرکزی عراق، روابط با آمریکا، روابط با ایران، از منظر رقابت‌های هویتی ایدئولوژیکی، اقلیت ترکمن، 10مین از بعد اقتصادی، 11مین روابط فرهنگی و 12ام شخصیت محوری در سیاست خارجی ترکیه در قبال اقلیم کردستان که هر کدوم به اختصار سعی می‌کنم که اشاره کنم. از منظر ژئوپلیتیک و امنیت منطقه‌ای، همونطور که دوستان اشاره کردن، ترکیه به دنبال توسعه قدرت خودش بوده، به خصوص از 1990 به این سو که عصر 2 قطبی تموم شده. در جهان ما شاهد پدیده منطقه گرایی هستیم. اهمیت مناطق مختلف واسه قدرت‌های بزرگ که آمریکا بوده بعد از اون کاهش پیدا کرده و قدرت‌های منطقه‌ای که زمینه داشتن، پتانسیل داشتن، مثل ترکیه، مثل ایران، مثل عربستان، تا حدی مثل مصر، کوشیدن در خاورمیانه قدرتشون و دایره نفوذشون رو بیشتر کنن و بازیگریشون رو بیشتر کنن. ترکیه یکی از سیاست‌های اصولیش توی منطقه که تأثیر داشته بر اقلیم کردستان هم در این چارچوب بوده. یکی دیگه از سیاست‌های اساسی ترکیه از منظر کلی جلوگیری از تغییر مرزها و تلاش برای حفظ وضع موجود توسط دیگر بازیگران، نه خودش هستش. و در این چارچوب میشه از مثلا نظریه‌های مختلفی مثل نظریه مجموعه امنیت منطقه‌ای باریوزان اشاره کرد که حالا بنده توی رساله دکتریم یه بحث تولد زیر مجموعه امنیت منطقه‌ای کرد رو توی منطقه داشتم در 2017 که ترکیه یکی از بازیگران اصلی در کنار ایران هستش در این نظریه که مانع از تغییر وضع موجود توسط کردها میشه. نکته دوم مؤثر بر سیاست‌های ترکیه در قبال اقلیم کردستان ذهنیت‌های جهت‌دهنده تاریخی هستش. اون نگاه عثمانیگری، اون تاریخی که خیلی دور نیست، برخلاف ایران که مثلا اون عظمتش یا اون قدرت قدیمیش زمان طولانی ازش گذشته، برای ترکیه حدود 100 سال گذشته. اون در پساذهن مقامات ترکیه‌ای به خصوص رهبران حزب عدالت و توسعه بوده، از ابتدای دولت ترکیه بوده. یعنی ترکیه از هر فضای استفاده کرده، سعی کرده که بر خاکش بیفزاید. 1937 در دوره رضا شاه آرارات از ایران جدا میشه. 1939 اسکندرون رو از سوریه جدا میکنه، اسمش رو میذاره هاتای، تا الان تحت کنترلش هستش. 1974 به قبرس شمالی حمله میکنه، اشغالش میکنه، تا امروز دستش هستش. ادعاهای ارضی و مرزی زمینی و دریایی با یونان داره. 2019 به افرین حمله میکنه و یک نوار در شمال شرق فرات رو به مجموع 8835 کیلومتر میگیره. مناطقی از اقلیم کردستان عراق رو در 1998 یعنی در دوره صدام و در دوره بعدی تحت اشغال به بهانه مبارزه با پک‌ک داشته تا حالا حفظ کرده. یعنی این سیاست تاریخی ترکیه که میخواد سرزمین‌های گذشته رو که ادعا داشته داره در قبال عراق به طور عام و اقلیم کردستان هم از نظر تاریخی ترکیه یک ادعایی هم بر موصل که شامل کرکوک و یعنی شامل کلیت اقلیم کردستان میشه که این رو داره و این هم اثرگذار هستش در سیاست‌های ترکیه. سومین فاکتور مؤثر در سیاست خارجی ترکیه مسئله کرد در کلیت خاورمیانه هستش. از ابتدای تشکیل جمهوری ترکیه در خاورمیانه یا در منطقه، اصلی ترین، جدی ترین مخالف تحرکات کردی و دستیابی کردها به حقوقشون، چه در داخل ترکیه چه در سطح منطقه، دولت ترکیه بوده و سیاست ترکیه، دولت ترکیه در قبال مسئله کرد تأثیر بسزایی داشته و به نوعی چراغ راهنما بوده واسه سیاست خارجی ایران، واسه سیاست خارجی صدام حسین، واسه سیاست خارجی سوریه و در مقاطع مختلفی از پیمان سعدآباد گرفته تا اوج اون که بحث رفراندوم در 2017 هستش. ترکیه کوشیده که از فعل و انفعالاتی که باعث میشه که
موجودیت کرد در داخل ترکیه هویت بیشتری رو به دست بیاره و اون تعریف یک دولت، یک ملت، یک زبان، یک پرچمش رو تحت شعار قرار بده رو سعی کرده که باهاش مقابله کنه. هرچند در دوره حزب عدالت و توسعه ما شاهد تغییر و تحولاتی هستیم، اما همچنان این سیاست کلی که مرز تغییر نکنه توسط کردها یکی از سیاست‌های اصولیش هستش. چهارمین فاکتور مسئله PKK هستش. یک بعد اون تحولات داخلی ترکیه هستش. از 1984 درگیری که بیش از 40,000 نفر حداقل کشته داده، تا چند سال پیش میگفتن که 50 میلیارد دلار ضرر مستقیم به اقتصاد ترکیه زده. امنیت ترکیه رو که یک کشور با محوریت صنعت توریسم در جهان هستش رو به شدت تحت شعار قرار داده و یکی از مباحثش هستش که با PKK عمدتاً از طریق جنگ و یکی دو بار هم که تلاش کرد که صلح بکنه نتونست انجام بده. و مسئله دیگه هم تحولات شمال سوریه یا منطقه روژاوا رو در چارچوب تحرکات PKK نگاه میکنه و بر همین اساس هم ما شاهد هستیم که از 2011 به این سو که کردها در سوریه مجال پیدا کردن که مناطق خودمختاری دموکراتیک رو تشکیل بدن، ترکیه اصلی ترین مخالف بوده، بیشترین فشار رو بر دولت سوریه، حالا خیلی سوریه اثرگذار نبوده، به خصوص با دولت آمریکا داشته و به بهانه‌های مختلفی هر اتفاقی که در ترکیه افتاده اگر پای PKK بوده، مثل همین حمله اخیر به تأسیسات هوافضا در آنکارا، یک حمله جدی رو به منطقه کردستان سوریه داشته، چون نمیخواد تجربه دهه 90 اقلیم کردستان تشکیل یک اقلیم کردی دیگر در جنوب مرزهاش اتفاق بیفته که تمام مرزهای ترکیه رو با کشورهای عربی به نوعی قطع میکنه و مرزهای جنوبیش میشه مرز کردی. به شدت مخالف این هستش. پنجمین فاکتور روابط با دولت مرکزی عراق هستش. ترکیه بعد از نوسانات زیادی که بعد از سقوط دولت مرکزی داشت، می‌بینیم که دولت ترکیه به رغم اینکه متحد آمریکا بود اجازه نداد که از خاک خودش برای حمله به عراق استفاده بشه و طی سالهای اخیر دولت ترکیه کوشیده که به احیای دولت مرکزی که پیشتر تا سال 2009-2010 عمدتاً دنبال تقویت به طور ویژه بلوک سنی در مقابل بلوک شیعی بود و طی سالهای اخیر شاهد هستیم که به دنبال تقویت دولت مرکزی هستش. قراردادهای مختلفی رو ایجاد کرده. یکی از مهمترین اون قراردادها که دوستان هم اشاره کردن این جاده توسعه هستش. 17 میلیارد دلار اولیه فعلا داده شده و سعی میکنه که دولت مرکزی رو تقویت بکنه و اقلیم کردستان رو از یک حدی اجازه نده، عرضم به حضورتون، که پیشتر بره و در سال 2017 هم در کنار ایران و در کنار دولت مرکزی عراق مهمترین بازیگرانی بودن که مانع وقوع نتیجه رفراندوم برای احیانا دستیابی کردها در عراق به استقلال بودش. عنصر ششم رابطه با آمریکا هستش. دو متحد قدیمی استراتژیک از بعد از جنگ جهانی دوم، اما با چاشنی زن به هم دیگه، با چاشنی تنش و بحران طی سالهای اخیر زیاد شده. اشاره کردم 2003 مانع استفاده دولت آمریکا از خاک ترکیه شد. نزدیکی ترکیه به سوریه تنش‌ها رو بازم بیشتر کرد. مخالفت با حمایت آمریکا از کردها به خصوص در سوریه طی سالهای اخیر یکی از عواملی بوده که باعث تنش با آمریکا شده و این زن رابطه با آمریکا یکی از عوامل تا حدی اثرگذار در سطح 2 یا 3 در رابطه با اقلیم کردستان هستش. اما یکی از موضوعات دیگه روابط با جمهوری اسلامی ایران هستش. همونطور که آقای دکتر عطری اشاره کرد که چند سال پیش آقای داوود اغلو که اینجا بود که خودش رو مبدع نظریه تنش صفر با همسایگان اشاره می‌کرد، ایران و ترکیه دو دوست و دو رقیب جدی هستند که قابلیت اتحاد استراتژیک ندارن و اون مثال فرانسه و آلمان و اروپا رو میزد که ایران و ترکیه فرانسه و آلمان خاورمیانه هستند. رقابت طرفین از اصل منطقه گرایی برای برتری بر منطقه تشدید شده از 1991 به این طرفین رقابت ایدئولوژیک و هویتی دارند. اسلام اخوانی نوع عدالت و توسعه ترکیه از یک سو، شیعه گرایی ایران از سوی دیگه، ترک گرایی ترکیه به خصوص در قفقاز، در آسیای میانه و در بخش‌های از ایران مسائل دیگه. اینها بحث رقابت جدیش هستش. در قبال کردها اما یک دوگانه دارند. وقتی که اتفاق استراتژیکی یعنی خطر جابجایی مرزها بشه، ما شاهد هستیم اون زیر مجموعه امنیتی منطقه‌ای خاورمیانه یا که به اسم کرد هستش به کار میفته. دولت‌های مختلف که با هم، این 4 تا دولت که با هم رقیب هستن، مخالف هستن، بعضن از کردها واسه زدن هم دیگه استفاده میکنن، مقابل کنار هم قرار میگیرن و مانع از اون میشن که
یک حرکت اتفاق میفته که اوجش حالا پیمان سعدآباد بوده، توافقنامه‌های دو جانبه بوده، ولی اوج همکاری 2017 در بعد از رفراندوم هستش. و بعد ولی در سطح دیگه وقتی که این خطر اصلی میره کنار، ما شاهد هستیم که از کردها مثلا در عراق دولت ترکیه به حزب آقای بارزانی، حزب دموکرات نزدیک هستش، دولت ایران به حزب اتحادیه میهنی. کردها میشن بخشی از پراکسی های رقیب طرفین و علیه همدیگه اقدام میکنن و ترکیه همچنین خارج از این حزب اتحادیه میهنی جمهوری اسلامی رو بارها به صورت رسمی وزیر کشور، بعضا رئیس جمهور ترکیه متهم کرده که اصلی ترین حامی PKK هستش و این رو بارها همین حوالی اخیرم دوباره اشاره کرده. و نکته دیگر در قبال ایران در اقلیم کردستان رقابت در حوزه اقتصادی هستش. در حوزه اقتصادی به رغم اینکه زمینه حضور ایران در ترکیه در اقلیم کردستان خیلی بیشتر هستش، عرضم به حضورتون ترکیه خیلی جدی‌تر حضور پیدا کرده که حالا من تو بعد اقتصادی اشاره خواهم کرد. بعد رقابت‌های هویتی ایدئولوژیکی سنی اخوانی شیعی رو به نوعی اشاره کردم،